پیغمبر برای ما میره خبر نمیداد که روزگاری که سر شما خیلی سخت بیاد مرا وسیله کنه که الله دعای تا قبول کنه. لیکن این بدبختای علمایی که حق پرست نیست، فقط شکم پرست است، روزگاری خود امامت برای خود کسب جور کرده، به خاطر ازی که مردم از ما خوش شوه خود مذهبی اعلان میکنه و مردم دعوت به شرک میده. اما چیزی که مشرک مکه میکرد امروز هم میکنه. چند روز بعد به نام نوروز شما میبینه خدا مسلمان میگه، خدا محبت پیغمبر چیغ میزنه، اما موتر خود استاد کرده در گل سرخ روان است. فامیل میشونه از سالنگاه خطرناک تیر میشه به خاطر جنده بلند کردن در روز عید مجوز، ایره تعظیم کردن، ایره اوج دادن، رشد دادن. ببینی یا خدا مسلمان میگه محبت پیغمبر داره و ملای ناملام پیدا میشه که میگه این روز حرام نیست. جشنی موسمی ملی قدیمه مردمی فارسی زبان و تاجیک است که قبل از اسلام این جشن را همچون احیای زنده شوی موجودات و گرم شوی فصل جشن می گرفتند و همزمان برابر شوی شب و روز. پس مادامی که چنین هست و این به عبادت‌های یگان خللی وارد نمی کند و به عقیده اسلامی هیچ گونه ضدیتی ندارد، پس به همین خاطر این را اکثریت اهل علم و خود در گذشته خود در زمان معاصر این را قبول کردن و همچون یک جشنی ملی فرهنگی قدیمه قبول کردند. بدبخت لعنتی الله سری تو نمیشه که تلبیس ابلیس میکنی؟ ها؟ پیغمبر سری تو مردم لعنت فرستاده تو ملا چطور دعوت میدی؟ با یک فتوای غلطی تو مردم امو کار انجام میده. انشالله جای جهنم است. ابلیس بلعمی با عرا جور شده ای به خاطر که تو باز به خاطر که موتر بر داده شبکه مجوز چوچای مجوز. کسی که دین آبایی خدا تعظیم میکنه علیه اسلام مسلمان است یا کافر؟ کافر است. کسی که دین آبا و اجداد خدا سر نظام اسلام و دین اسلام ترجیح میده، عنعنات و رسومات ازوره عملی میکنه و مکمل در اسلام داخل نیست بلکه او از اسلام خارج است. خود تو ملا برش عورتش پټ کرده فتوا داده رایستی. انشالله خاتمیت به حالت خراب است. در خباست میموری. نکو پشت پل نرو، پشت موتر نرو، دین تماکن میگی پیش الله قدر و عزت پیدا کو. دور از تو پاچای کلی دنیا شوی چی برات حاصل است؟ چی میکنی سر کل دنیا؟ جلو بلدنگ جور کو، عقیده تا حفاظت کو، دین تا حفاظت کو، پیش الله جوابگوی شو، پیش الله قدر و قیمت پیدا کو. نکو علما را من میگم امو علمایی که همیشه در دربارای همچون طاغوتا در سفرهشان نشسته نانشان خورده فتوای خلاف دین ارائه کرده و او را تیت کرده. در ایام نوروزگاه دارن به میدان میبر آمدن و در آنجا هدیه های مردم رو در این شب و روز چی میکردن؟ قبول میکردن و به نفرانی که چی هستن به آنها هدیه تقدیم میکردن. و بعد که دولت عباسی از میان رفت و دولت های شبه ملی به مثل دولت سامانیان یا اینکه دولت مثلا آلی بویه در منطقه، چون اینها به عرف و عادت این مردم نزدیکتر بودن چیتر بودن، یگان برخوردی منفی مشاهده شدگی نیست. از روی 2 کیلو روغن، از روی 1 کیلو آرد و 1 قابچه آرد مر به همین بیناموسید. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه در بالای سینه‌اش سنگ کلان میموندن، میزدن، دست و پاش بلیزه ها با کاردا چاپ میکردن. احد میگفت از دین میگشت. امروز چقدر مسلمان تاجیک بیناموس شده است، خالق یکتاش مانده. امروز زردشتی را تعریف میکنه. امروز دانشمندای ما از تلویزیون میگن که ما زردشتی بودیم، زردشتی باقی میمونیم. نه، قسم به نام الله، ما مسلمان بودیم، مسلمان باقی میمونیم. زردشت دین نبود، زردشت در دین کافر بود. من نمیدانم این دانشمندای ما
این فردوسی را شاهنامه‌اش نمیخونده باشن. دختر شگریف حامله دار شد، از دخترش حامله دار زردشت که امروز فیلسوفای ما تعریف میکنن. قسم به نام الله به اسلام فخر بکنیم، قرآن دوست بداریم.